سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با تمیم بن حمد امیر قطر در مورد پروسه صلح افغانستان و روابط دو کشور گفتگو کرد. قرار است امروز رئیس جمهور غنی در اینستیتوت دوحه سخنرانی نیز کند. عبدالله امروز در رأس یک هیئت به هند رفت. شورای عالی مصالحه ملی میگوید عبدالله رئیس این شورا با مقام‌های هند در مورد پروسه صلح افغانستان و تقویت نقش دهلی جدید در این روند گفتگو خواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر طالبان در قطر با زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و با اسکات میلر قماندان ناتو دیدار کرده است. وزارت همکاری و توسعه اقتصادی آلمان از 21.3 میلیارد افغانی کمک به افغانستان خبر داده است. وزارت مالیه میگوید که این کمک برای اهداف مالی و فنی استفاده می شود. و وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته که حدود 1000 کشمشخانه، 6 خط فراوری زراعتی، 5 مرکز جمع‌آوری شیر و یک شبکه آبیاری در هرات را که کاران تکمیل شده و آماده بهره برداری بود افتتاح کرده است.